صبح یک شنبه شما بخیر. به نظر شما کجاست که فلسفه زندگی بیشتر از هر جای دیگه به شکلی واضح و گویا بیان میشه؟ به نظر من تو همین نوشته هایی که روی تیشرت ها میبینیم. این نوشته ها خیلی کوتاهند ولی در عین حال بسیار گویا. اغلب این جملات کوتاه رو میشه در دو دسته طبقه بندی کرد. اولیش جملاتی هستند که نمایانگر نوعی طرز برخوردند، طرز رفتارند، مثل no fear یا just do it، اون چیزی که روی لباسهای نایک می نویسه. ولی دسته دوم جملاتی هستند که وابستگی و طرفداری فرد رو از چیزی یا کسی بیان میکنن که همه ما آشنا هستیم. تیشرت های فوتبال ها و تیم فوتبال ها و هنرپیشه ها و قهرمانان محبوب. ولی هفته گذشته تو خیابون از کنار یه نفر رد می شدم که چشم به تیشرتش افتاد. روش دو کلمه نوشته شده بود و منو خیلی به فکر بود. نوشته بود So what؟ خب که چی؟ این نوشته هرچی فکر کردم تو اون دو گروه بالایی نمی گنجید. نه طرز برخورد رو خودش داشت، من داشت از کسی و چیزی طرفداری میکرد. خیلی فکر کردم چی داره میگه و یهو متوجه شدم که این داره شخصیت رو زیر سوال قرار میده. دنیای اطراف ما در مقابل ما مسیحیان تیشرت هایی تنشه که دائم این سوال رو در مقابل ما قرار میده. خب که چی؟ این همه الهیات مسیحی، این همه کلیساها، آیینها و فلان و بهمان و اله و بله، خب که چی؟ و یادم افتاد که پولس در مقابل این سوال چه جوابی داره؟ هم به کلیسای روم هم به کلیسای افسوس. هر دوتای این نامه ها عزیزان الهیاتی هستند، در جواب به یه مشکل خاص یا یه سوال خاص نوشته نشدند. پولس در هر دوتا اول الهیات مسیحی ما رو بیان میکنه، اون چه که باور داریم در رومیان تو 11 فصل اولش، در افسوسیان در 3 فصل اولش، و بعد در هر دو اونها از باب 12 رومیان و از باب 4 افسوسیان به ما میگه که بر اساس این دانسته ها چه باید بکنیم. شخصیت ما چه چیزی رو باید به دنیای بیرون در جواب این سوال نشون بده. شاگرد مسیح کسی است که الهیات ایمانیش فقط اون 11 فصل اول رومیان نیست که صرفاً ذهنی باشه. تعالیم و مدارس الهیات فقط میتونن بخش اول رو به ما یاد بدن، ولی شاگردی به مراتب فراتر از این هاست و اونو ما باید در زندگی عملی یاد بگیریم زمانی که از تعالیم مسیح اطاعت میکنیم. برای همین هم در هر دو کتاب به ما امر میشه که بر اساس این دانسته ها چه کنیم و این در زندگی مسیحی ما صورت میگیره و در حینی که اونها رو انجام میدیم در دیسیپلین فیض، این ایمان در شخصیت ما خود رو نهادینه میکنه و خود رو در مقابل دنیایی که این سوال رو در مقابل ما گذاشته خب که چی جواب میده. ما خوانده شده ایم که شاگرد باشیم. دیسیپلین و فیض رو ادامه میدیم.